سلام بیننده ارجمند و روز شما بخیر. در نوید بامدادی امروز شنبه 31 ایول من طاهر سفر با شما هستم. امیدوارم روزی خوبی را آغاز کرده باشید. ساعت در شهر پراگ 7 صبح است در دوشنبه 9 روز و شروع میکنیم با یک خبر مهم. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله به سیاحان خارجی در جنوب تاجیکستان را بر عهده گرفت. روز 29 ایول در این حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند و 3 نفر دیگر از آنها زخم برداشتند. دولت اسلامی در یک بیانیه از روز 30 ایول ادعا کرد که به ضد شهروندان ائتلاف صلیبی حمله انجام داده است. شبکه خبری اعماق که به گروه افراطگرای دولت اسلامی وابسته است با نشر این بیانیه دیگر هیچ اطلاعی را نشر نکرده است که ثابت کند حمله در تاجیکستان کاری دست گروه دولت اسلامی است. وزارت داخلی تاجیکستان، وزارت امور داخلی امروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت که هنگام عملیات به ضد آنهایی که در قتل سیاحان خارجی دست داشتند 4 نفر از آنها را کشتند و 5 تن دیگر را دستگیر کردند. وزارت نام و نسب این جوانان را نشر کرده و گفته است که یکی از آنها با تبر به یک افسر میلیسا حمله کرد و او را مجروح کرده است. 4 نفر کشته شده به گفته وزارت با سازمان‌های افراطگرا ارتباط داشتند و وزارت میگوید که این افراد یکی از آنها عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی بوده است. هرچند کنش حزب به این گفته‌ها معلوم نیست. در بیانیه وزارت امور داخلی آمده است این افراد کوشش داشتند پس از جنایت توسط ناحیه 5 به افغانستان فرار کنند و به گروه تروریستی بپیوندند. 7 سیاح خارجی را روز 29 ایول در ناحیه دنغره اول با ماشین زدند و سپس به چند نفر آنها با کارت حمله کردند. وزارت امور داخلی درباره ادعای داعش که حمله را کاری دست پیروانش نامید چیز نگفته است. این گروه افراطی هیچ حضور در تاجیکستان ندارد ولی صدها نفر از جوانان تاجیک به عراق و سوریه رفتند و به صف داعش و همین گونه دیگر گروه های افراطی و تروریستی پیوستند. از جمله گلمراد حلیم فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان هم که حالا سرنوشت او دیگر معلوم نیست. مقامات تاجیکستان طوری گفتیم به ادعای گروه دولت اسلامی واکنش نشان ندادند، اما وزیر امور داخلی روز 30 ایول گفت که فرضیه های گوناگون هلاکت سیاحان در ناحیه دنغره تفتیش می شود و آنها عمل تروریستی را هم صرف نظر نمی کنند. روز 30 ایول همچنین حکومت تاجیکستان زیر رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان در یک جلسه حمله به خارجیان را بررسی کرد و در دوام روز تحولات دیگر وابسته به این خبر را تقدیم شما خواهیم کرد، از جمله در برنامه خبری امروز که ساعت 1 به وقت پراگ شروع می شود. و خبر دیگر این است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 30 ایول اکرام جمعه‌زاده رئیس دادگاه عینی در ولایت سوخت را سبکدوش کرد. در فرمان رئیس جمهور گفته می شود جمعه‌زاده برای صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پست میزند از وظیفه‌اش برکنار کرده شد. از این پیشتر گزارش‌هایی بود که رئیس دادگاه ناحیه عینی را به رشوه‌خوری متهم کردند. از خبرهای خارجی این است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است آماده است بدون هیچ پیش شرط با حسن روحانی رئیس جمهور ایران واخورده بهبود روابط میان دو کشور را بحث کند. دونالد ترامپ گفته است اگر رهبران جمهوری اسلامی ایران آماده باشند و حاضر است در هر جای مناسب و هر وقت مناسب با آنها گفتگو کند. رهبران ایران به پیشنهاد ترامپ تا حال پاسخ ندادند. ماه می رئیس جمهوری آمریکا گفت که کشورش از سازش هسته‌ای کشورهای ابرقدرت با تهران خارج می شود. آن زمان دونالد ترامپ پیشنهاد کرد با پیشوان جمهوری اسلامی ایران سازش نوی هسته‌ای به جای سازش سال 2015 را بررسی نماید. رهبران جمهوری اسلامی این پیشنهاد را فوراً رد کرده بودند. و خبر بین المللی دیگر از روسیه است و پلیس روسیه روز 30 ایول 4 عضو گروه جنجالی پوست رایت را بلافاصله بعد از ادای حکم 15 روز زندان بازداشت کرد. آنها را برای خلل رساندن به بازی نهایی جام جهانی فوتبال در شهر مسکو
به حبس 15 روز محکوم کردند. نمایندگان گروه روز 30 ایول گفتند که بعد بیرون آمدن از بازداشتگاه آنها را همان لحظه ماموران میلیسا به ماشین پلیس سوار کرده و گفتند که تا شب در اداره پلیس میمانند. به قول اعضای گروه پوسیرایات آنها به ویران کردن ترتیبات جمعیتی متهم شدند. 4 عضو این گروه را هنگام بازی فرانسه و خرواتیا به میدان وارد شدند و بعدا گفتند که اعتراض آنها به ضد سیاست‌های دولت روسیه بود. و شنونده بیننده ارجمند، خبرهای دیگری روز را میتونید در شبکه آزادی در یوتیوب آزادی ویدیو تماشا کنید، هم در وبسایت رادیوی آزادی بخونید که نشانیش رو میدونید azadi.org. اخبار رادیو آزادی رو هم در صفحه ما در فیسبوک میگذاریم. اگر در ادنا کلاسنیک هم باشد آنجا نیز صفحه داریم با نام رادیوی آزادی.